این داستان واسه یه پسر است به اسم پیمان. پیمان یه کارمند معمولی بود. مجبور شد واسه یه سفر کاری بره یه شهر دیگه. شرکت براش یه هتل رزرو کرده بود. هتل ظاهرش خیلی شیک نبود. بیشتر قدیمی و پر از راهروهای تاریک بود. اما میگفتن معروفه و کلی تاریخچه داره. پیمان خسته بود. رفت تو وسایل گذاشت و خواست بخوابه. ولی موقع ورود به اتاق یه چیز عجیب دید. آسانسور هتل یه دکمه اضاف داشت. طبقات 1 تا 6 عادی بودن. بعد یه دکمه 7. ولی سرپرست هتل همون اول گفته بود اتاقای ما فقط تا طبقه 6 هستن. پیمان اولش دقت نکرد. گفت خب شاید واسه انباریه. اما همون شب وقتی داشت میرفت بیرون یه زن میان سال توی لابی بهش گفت هیچ وقت دکمه طبقه 7 رو نزن. هر کی زده دیگه برنگشته. پیمان خندید گفت حتما یه شوخیه یا خرافاته. ولی اون زن خیلی جدی بود. حتی دستشو گرفت و با ترس نگاهش کرد. یه حسی تو دل پیمان افتاد. ولی بیخیال شد. گفت من واسه کار اومدم. چه ربطی به من داره؟ فرداش پیمان از جلسه کاری برگشت هتل. ساعت حدود 10 شب بود. خسته و کوفته سوار آسانسور شد. همونجوری که ایستاده بود ناخودآگاه چشمش افتاد به اون دکمه 7. یه حسی مثل وسوسه اومد سراغش. با خودش گفت یعنی واقعا چیزی هست؟ مگه میشه یه هتل یه طبقه داشته باشه و کسی ندونه؟ دستشو برد جلو. دکمه رو فشار داد. آسانسور یه لحظه لرزید. چراغا چشمک زدن. عددا یکی یکی بالا رفتن. 4 5 6 و بعد یه صدای تق اومد. در باز شد. پیمان پا گذاشت بیرون. ولی چیزی که دید اصلاً شبیه طبقه هتل نبود. راه خیلی تاریک بود. چراغا یا سوخته بودن یا خیلی ضعیف و چشمک زن شده بودن. دیوارا پر از ترک و لکه های سیاه بودن. فرش کهنه و خیس بود. انگار آب از سقف چکه می کرد. هیچ صدایی نمی اومد. نه صدای آدم، نه صدای تلویزیون، نه حتی صدای موتورخونه. یه سکوت مرده. پیمان چند قدم رفت جلو. درهای اتاقا همه بسته بودن. روی هر کدوم یه شماره کج و کوله زده بودن. 701 702 703. ولی عجیب ترینش درب آخر راه رو بود. نوشته بود 707 و روی در جای دستای خونی کشیده شده بود. پیمان قلبش تون میزد. خواست برگرده تو آسانسور. اما وقتی برگشت آسانسور دیگه اونجا نبود. جاش فقط یه دیوار کثیف بود. اون لحظه فهمید گیر افتاده. تو طبقه‌ای که نباید وجود داشته باشه. پیمان خشکش زده بود. آسانسور غیب شده بود و پشت سرش فقط یه دیوار کثیف بود. شروع کرد به دویدن سمت راه رو. در اتاق رو امتحان می‌کرد. همه قفل بودن. فقط صدای چکه آب از سقف می اومد. وسط راه رو ایستاد که نفس بگیره. همونجا بود که یه صدا شنید. خیلی آروم، مثل زمزمه. چرا اومدی اینجا؟ پیمان یخ کرد. گفت کی هستی؟ ولی صدا دوباره تکرار شد. این بار نزدیکتر. تو نباید اینجا باشی. صدا از پشت در اتاق 703 می اومد. پیمان با ترس دستگیره رو امتحان کرد. در قفل بود. اما یه چیزی زیر در لغزید بیرون. یه تیکه کاغذ. پیمان کاغذ رو برداشت. روی کاغذ با خط کج و کوله نوشته شده بود
هیچ وقت تا آخر راه رو نرو. پیمان نفسش بند اومده بود. برگشت سمت اول راه رو، ولی انگار راه طولانی تر شده بود. هرچی میدوید به آخر نمیرسید. همون لحظه چراغا یکی یکی خاموش شدن. راه رو تاریک شد و از سمت اتاق 707 یه صدای خنده بلند اومد. یه خنده کشدار زنونه. پیمان پشتشو به دیوار چسبوند. گفت خدایا اینجا چه خبره؟ ولی جواب فقط یه زمزمه بود، درست پشت گوشش. تو مسافر بعدی هستی. پیمان دیگه نفس میزد. چراغ خاموش بودن، فقط نور ضعیف انتهای راه رو میزد و اون خنده زنونه مدام تکرار میشد. انگار کسی پشت در 707 ایستاده بود و صبر کرده تا نزدیک بشه. پیمان دستشو کشید روی دیوار و یواش یواش به سمت آخر راه رو رفت. هر قدم که نزدیکتر میشد بوی عجیبی می اومد. بوی نم، خاک و یه چیزی مثل گوشت فاسد. دستگیره در 707 رنگش رفته بود و روش رد انگشتای خونی خشک شده بود. پیمان از ترس دلش نمیخواست دست بزنه، اما همون لحظه در آروم آروم قفلشو باز کرد. در با یه جیر آروم باز شد. پیمان ناخواسته به داخل نگاه کرد. اتاق کاملا تاریک بود. فقط وسطش یه صندلی قدیمی بود. روی صندلی یه زن نشسته بود. موهاش بلند و مشکی. صورتش پشت موها پنهون شده بود. با صدای گرفته گفت بالاخره اومدی؟ پیمان گفت تو کی هستی؟ زن سرش آروم بلند کرد، ولی صورت نداشت. فقط یه حفره سیاه مثل دود جاشو گرفته بود. همون لحظه چراغای راه رو همزمان روشن و خاموش شدن. زن از جا بلند شد و با همون صورت سیاه شروع کرد به نزدیک شدن. پیمان با وحشت عقب رفت، اما وقتی برگشت راه رو ناپدید شده بود. فقط خودش بود و اون اتاق لعنتی. در پشت سرش محکم بسته شد. پیمان فهمید دیگه راه برگشتی وجود نداره. پیمان توی اتاق 707 گیر کرده بود. در پشت سرش بسته شده بود و اون زن بی صورت روبروش ایستاده بود. اما زن کاری نکرد. فقط برگشت و دستشو گرفت سمت دیوار. دیوار پر از عکس بود. عکس آدمایی که انگار با عجله گرفته شده بودن. بعضیا توی آسانسور، بعضیا توی اتاقای مختلف. ولی نکته عجیب این بود. همشون ترسیده بودن. صورتاشون از وحشت یخ زده بود. پیمان یکی از عکس‌ها رو نگاه کرد. قلبش ایستاد. اون عکس خود پیمان بود. همین لباس، همین حالت، دقیقاً همون لحظه‌ای که وارد اتاق 707 شده بود. با ترس برگشت سمت زن. زن بی صورت با صدای عمیق گفت هر مسافری که وارد طبقه 7 میشه جاشو اینجا میذاره و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. پیمان داد زد من نمیخوام اینجا بمونم، ولم کن. ولی زن خندید و گفت تو انتخاب نکردی، آسانسور انتخابت کرده. یه باد سرد وزید. همه عکس‌ها از دیوار کنده شدن و توی هوا معلق موندن. پیمان حس کرد یه نیروی نامرئی داره فشارش میده سمت صندلی وسط اتاق. هرچی مقاومت میکرد فایده نداشت. نهایتاً پرت شد روی صندلی و بندهای زنگ زده‌ای از زیر صندلی بیرون اومدن و دست و پاهاشو بستن. چراغ اتاق خاموش و روشن شد
و روی دیوار روبرو یه تصویر ظاهر شد. صدها نفر دیگه همه توی همون صندلی بسته شده بودن. بعضیا هنوز زنده، بعضیا فقط سایه‌ای از صورتشون. پیمان با وحشت فریاد میزد، اما صداش توی اتاق پیچید و محو شد. زن به صورت آروم جلو اومد و زمزمه کرد. تو حالا یکی از ما شدی، یکی از مسافرای طبقه 7. پیمان داشت به بندای زنگ زده دست و پا میزد. هرچی زور میزد بیشتر سفت میشدن. زن دورش میچرخید، انگار داشت از ترسش لذت میبرد. پیمان داد میزد، من نمیخوام بمیرم، ولم کنین. همون لحظه یه صدای دیگه از گوشه تاریک اتاق اومد. صدای یه مرد. اگه میخوای زنده بمونی باید راهو پیدا کنی. پیمان با وحشت نگاه کرد. توی سایه ها یه مرد دیگه نشسته بود. پیر با لباسهای پاره پوره، چشمهای گود افتاده. انگار سالها تو اون اتاق گیر کرده بود. مرد گفت من 20 سال اینجا مثل تو کنجکاو بودم. دکمه 7 زدم. این زن نگهبان طبقه است. هر کی بیاد اینجا روحشو میگیره. فقط یه راه فراره، ولی خطرناکه. پیمان با التماس گفت چه راهی؟ بگو. مرد با دست لرزون به سقف اشاره کرد. اون بالا دریچه‌ای کوچیک بود، مثل هواکش. باید قبل از اینکه چرخه مسافرها کامل بشه از اونجا بری. اگه دیر کنی بخشی از این اتاق میشی تا ابد. پیمان با تمام زور شروع کرد به تکون دادن بدنش. بندای زنگ زده پوستشو بریدن، ولی کم کم شل شدن. زن با صدای کشدار گفت هیچ کس از اینجا در نمیره. چراغا سریع خاموش و روشن شدن. پیمان آخرین نیروشو جمع کرد. از بندها آزاد شد و دوید سمت دیوار. با دست و پا از دیوار بالا رفت. رسید به دریچه رو باز کرد. پشتش تاریکی مطلق بود. صدای مرد پیر دوباره اومد. برو قبل از اینکه دوباره در بسته شه. پیمان با دل و جرأت پرید توی دریچه و توی تاریکی سقوط کرد. فقط صدای خنده زن پشت سرش می اومد. سقوط هم بخشی از بازیه. و بعد همه چیز سیاه شد. پیمان حس کرد زمین زیر پاش محکم شد. چشم باز کرد. خودش رو روی تخت بیمارستان دید. یه سقف سفید بالای سرش بود. بوق دستگاه‌ها، بوی الکل و نور سرد مهتابی. یه پرستار وارد اتاق شد و گفت بالاخره بیدار شدی آقای نادری؟ 3 روز تو کما بودی. پیمان گیج شده بود. کجا؟ کما؟ من تو هتل بودم، طبقه 7. اون زن. پرستار نگاه عجیبی بهش کرد. شما رو توی آسانسور هتل بیهوش پیدا کردن. هیچ طبقه 7 وجود نداره. هتل فقط 6 طبقه است. پیمان قلبش شروع کرد به تند زدن. نه من اونجا بودم، دیدمش، راهرو، عکسا. پزشک اومد داخل. شما دچار شوک شدید. مغزتون موقع بیهوشی توهم ساخته. نگران نباشید. پیمان ساکت موند، ولی ته دلش مطمئن بود که اون توهم نبود. دستشو برد سمت گردنش که خارشش گرفته بود و همونجا بود که خشکش زد. روی گردنش درست همون جایی که اون زن بهش دست زده بود به اندازه یه اثر انگشت سوخته بود. پرستار گفت چیزی شده؟ پیمان لبخند زورکی زد. نه هیچی نیست. ولی توی دلش میدونست اونجا واقعی بود.
و بدتر از همه این که از اون روز به بعد هر بار سوار آسانسور می شد همیشه کنار دکمه 6 یه دکمه جدید می دید. 7. و وقتی چشم بر می داشت دکمه ناپدید می شد. آخرش یه جمله توی ذهنش موند که زن بی صورت گفته بود آسانسور انتخابت کرده.